اگه عکاسی تازه عکاسی شروع کردی، خیلی وقت عکاسی شروع کردی، این تجهیزات رو باید داشته باشی. سلام، من فقط که خیلی خوب باشه. من هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. اگه داخل این ویدیو درباره 4 تا لوازم ضروری که هر عکاسی باید داشته باشه بهتون توضیح بدم، راجع بهش صحبت کنم و یک کوچولو بهتون راهنمای خرید تور هم باشه و بهتون بگم که چه وسیله هایی رو برای شروع عکاسی و حتی برای پیشرفته شدن توی عکاسی نیازه که تهیه کنید. یه سری وسایل ها هستن که قبلا براش ویدیو ساختم که به درد نخورن و نباید بخرید، اما این وسایل ها به درد بخورن بایدی نیست، ولی اگر بخرید میتونن خیلی کارتون رو پیشرفته تر کنن. قبل از که بریم سراغ شروع ویدیو، حتما این ویدیو رو لایک کنید. اگر از محتوای چنل من خوشتون میاد خیلی ممنون میشم که چنل من سابسکرایب کنید. حرف دیگه باقی نمیمونه. بدون معطلی بریم سراغ شروع ویدیو. خب همونطور که بهتون گفتم قرار داخل ویدیو راجع به یه سری از تجهیزات باهاتون صحبت کنم، نه تجهیزات خیلی ضروری مثل کیف دوربین یا رم یا لنز. اینا تجهیزاتی هستن که اصلا شما بدون اینا نمیتونید کار کنید و یه چیزی هستن که همون اول بایدی و باید تهیه‌شون کنید. اما اصلا یه سری وسایل هم هستن مثل گیمبال یا چه می‌دونم نورهای خیلی حرفه‌ای که اینا هم یه خیلی سطحشون بالا، نه انقدر حرفه‌ای نه انقدر بیسیک. یه چیزی میانه میخوام بهتون میگم که هر کدوم از اینا رو که داشته باشید میتونه سطح کارتون رو چند لول ببره بالاتر. پس حتما تا انتهای ویدیو همراه باشید. فکر میکنم که نکات خوبی رو بهتون یاد بگیرید. خب بریم سراغ اولین محصولی که میخوام بهتون معرفی کنم، یعنی گریپ. احتمالاً اسمش رو شنیدین و شاید خیلیتون هم حتی ندونید چیه، ولی دیده باشیدش. قیافش یه همچین چیزیه که اینجا که نه روی تصویر الان دارید میبینید و یه حالت براتون باتری رو بازی میکنه. یعنی در کناری که مثلا شما یه دوربین دارید که باتریش ضعیف هستش، اگر روش گریپ ببندید در واقع شما میتونید همزمان از 2 تا باتری استفاده کنید که این خیلی نکته مثبتیه و باعث میشه که تایم طولانی‌تر بتونید از دوربینتون استفاده کنید. اصلا از یه طرف شما باتریتون رو یادتون رفته بیارید، با 6 تا باتری نیم قلمی میتونید دوربینتون رو روشن کنید. دیگه چی از این خفن‌تر؟ و گریپ واقعا میتونه خیلی جا به درتون بخوره. از طرف دیگه شما عکاسی پورتره زیاد میکنید و تصاویر عمودی زیادی میگیرید. وقتی گریپ رو استفاده میکنید میتونید حالت عمودی هم دوربینت رو دست بگیری و یه دکمه شاتر عمودی هم داری که با اون دکمه شاتر هم پیش شات بزنی، هم یه چرخونه تغییر داره که میتونید سرعت شاتر رو ایزو رو از همون طریق تغییرش بدی و در واقع یه جورایی انگار دوربین شما تو حالت عمودی هم همه اون گزینه‌ها و همه اون حالت دستیشو داره و این خیلی میتونه تو عکاسی‌های پورتره کمکتون کنه. اما یه نکته مهمی راجع به گریپ ها وجود داره، اینه که اصلیش خیلی کم پیدا میشه ولی هزینه خیلی زیادی هم داره. اکثر فروشگاه‌ها نوشتن که مشابه اصلی هستش. اگر جایی دیدید که داره اصلیشو به یه قیمت مثلا حدود 3-4 تومانی فروشه، مطمئن باشید نمیشه بهش اعتماد کرد و سعی کنید از همین فروشگاه‌های نورنگار یا دیدنگار هم مشابه اصلیشو بخرید. مشکل خاصی برای دوربینتون پیش نمیاره ولی خب اصلیش نیستش، یعنی میتونه یه مقدار ضعیف‌تر باشه، اما میشه این تضمین رو داد که قابل استفاده است و میتونه کارتون رو راه بندازه. حواستون باشه که فروشنده ها به این اسم که اصلی هستش و مشابه اصلی نیستش یه موقع تو باجتون نکنن. بریم سراغ محصول دومی که میخوام بهتون معرفی کنم، یعنی رفلکتور، که یکی از چیزا هستش که خیلی نیاز میشه و من خودم نیاز دارم که بخرمش و هنوز این کارو نکردم. اگه دقت کنید الان یه نور از طرف چپ من داره به سمت اینور صورت من میتابه و این طرف نور من رو یه نور قرمزی پر کرده، اما درستش اینه که این طرف صورت من رو یه نور سفیدی هم از اینجا به صورتم بتابه که این کارو شما معمولا باید با رفلکتور انجام بدید. رفلکتور چیه؟ نور سفیدی که اینور داره میتابه میاد به رفلکتور میخوره و رفلکتور یه حالت بازتابندگی داره و اون نور رو بازتاب میده روی صورت من. یه نور نرم خوب و خوشگلی رو بازتاب میده که نور ملایمی کمتر و کم قدرت‌تر از نور اصلیه و دقیقاً برای همچین ویدیوهایی به درد میخوره که برای این طرف صورتتون یه نور پرکننده داشته باشید. از طرف دیگه ای رفلکتور کار دیگه که میکنه، مثلا شما رفتید توی فضای باز و میخواید عکاسی کنید، با بازتاب نور خورشید که بخوره به رفلکتور و بخوره به صورت سوژه‌تون میتونید تصویرهای فوق‌العاده‌ای ثبت کنید و خیلی میتونه براتون توی فضای باز کارآمد باشه. نکته دیگه که راجع به رفلکتورها وجود داره، مخصوصا توی فضای باز خیلی به درد میخوره، سافت کردن و نرم کردن نوره. اگر شما از شکل دهنده نوری استفاده کردید یا دیده باشیدشون، همیشه یه پرده سفید طوری روبروشون میذارن که اون نور رو نرم و سافت میکنه و حالا به اون باکسایی که توش استفاده کنم اصطلاحاً میگن سافت باکس، اون پارچه روش رو توی رفلکتورها هم میتونید پیدا کنید و اگر که روبروی نور بگیرید، حالا منبع نورتون میتونه یه منبع نور مصنوعی باشه، لامپ باشه، هر چیزی باشه، میتونه منبع نورتون خورشید باشه و اون رفلکتور رو بالای سر سوژه‌تون بگیرید و میتونه نور خیلی نرمی داشته باشه و این میتونه توی فضای باز بسیار زیاد بهتون کمک کنه و دستتون رو باز بذاره توی عکاسی مختلف.
رفلکتور کلی قابلیت‌های خفن دیگه داره و قیمت زیادی هم نداره که اگر دوست داشتید که رفلکتور تهیه کنید بهتون پیشنهاد می‌کنم از سایت‌های دیدنگار نونگار تهیه کنید. این دو تا سایت بچه‌ها به هیچ عنوان پارتنرشیپ این ویدیو یا چه می‌دونم مثلا با من همکاری خاصی ندارن، اما چون خودم تجربه خوبی از خرید این دو تا فروشگاه داشتم معمولا بهتون پیشنهاد می‌کنم. نگاه شاپ هم فروشگاه خوبیه، پیکسل هم فروشگاه خوبیه. پیکسل از دیدنگار و نورنگار هم حتی بهتر. من خودم اکثر وسایلم از پیکسل می‌خرم، قیمت مناسب تری دارن. و اینم از این موضوع. از رفلکتور هم بگذاریم بریم سراغ محصول سوم. محصول سومی که وجود داره و احتمالاً خیلیاتون دارید و من همین الان دارم ازش استفاده می‌کنم، سه‌پایه است. سه‌پایه، تک‌پایه و سه‌پایه‌های موبایلی کوچیک وسایلی هستن که به نظرم هر عکاسی باید داشته باشه. حالا تک‌پایه چیز ضروری نیستش، خیلی جا به درد نمی‌خوره، اما سه‌پایه و علل خصوص سه‌پایه موبایلی کوچیک که این سه‌پایه‌های کوچولو موچولویی هستن که اکثرا دارن تو خونه‌هاشون، اونا واقعا به درد می‌خوره و واقعا به درد بخوره، مخصوصا اگر که مسافرت زیاد میرید یا از خونه بیرون میرید و با دوربین می‌خواید عکس بگیرید. خیلی جاها میتونه کمکتون کنه که بخواید یه سه‌پایه به این بزرگی ببرید، میتونه اذیت کننده باشه، اما اون سه‌پایه کوچولو موچولو راحت میتونه تو کیفتون جا بشه و میتونید هر جایی ازش استفاده کنید که اگر که عکاسی با دوربینتون زیاد انجام میدید و خصوصا بیرون از خونه عکاسی زیاد انجام میدید، حتما داشتن یه دونه از اون سه‌پایه‌ها رو بهتون پیشنهاد میکنم. راجع به سه‌پایه حرفه‌ای برای فیلمبرداری هم بهتون پیشنهاد میکنم که حتما اگر که کار فیلمبرداری حرفه‌ای انجام میدید، هدی که دارید ازش استفاده کنید سعی کنید هد خوبی باشه که نرم بچرخه و اذیت کننده نباشه. اشتباه من رو هم نکنید و به هیچ عنوان آلومینیومی یا پلاستیکیش رو نخرید، حتما جنس فلزی خوبش رو بخرید، سنگین باشه که به سادگی نیفته. ولی اگر که کار خیلی خاصی نمیخواد بکنید، مثل من صرفا میخواید مثلا دوربین رو بکارید و بشین جلوش فیلم بگیرید، همون استفاده که من الان دارم ازش میکنم، میتونید از حالا جنس‌های ضعیف‌ترش هم استفاده کنید. اما در کل این سه‌پایه ها هم خیلی وسایل مهمی هستن که میتونن خیلی جا به درتون بخورن و براتون کمک کننده باشن، مخصوصا اگر عکاسی هستید که خودتون باید از خودتون عکس بگیرید و کسی نرید که ازتون عکس بگیره. این سه‌پایه ها میتونن کمک کننده باشن براتون. و محصول چهارم و یکی از محصولات فوق جذابی که خودم خیلی تو فکر خریدشون هستم، فیلترهای مختلفن. من یه ویدیو قبلا ساخته بودم راجع به محصولاتی که شما نباید بخرید و داخل اون ویدیو هم راجع به فیلترها صحبت کرده بودم و یه سری فیلترها واقعا هستن که به نظرم خریدشون آنچنان ضرورتی نداره، مثل فیلتر ND. فیلتر ND فیلتر خوبیه ها، خیلی جاها هم میتونه کمکتون کنه، اما بعضیا همون اول روی دوربینشون میخرن و خیلی استفاده خاصی هم ازش نمیکنن و فیلتر ND یه جوری حالت محافظ طور میگیرن. ولی من خیلی بهتون پیشنهاد نمیکنم فیلتر ND گرفتن، چون خیلی فیلتر خفن‌تری هست که داخل این ویدیو میخوام بهتون توضیحش بدم. اولین فیلتر CPL که من قبلا یه ویدیو کامل راجبش ساختم و اینجا هم این بالا براتون میارم، آخر ویدیو هم براتون میذارم، اگه دوست داشتید میتونید برید اون ویدیو رو هم نگاه کنید. خیلی فیلتر جذابی، خیلی جا به درد میخوره. اسم انگلیسی CPL، اما اصطلاحا تو فارسی ما بهش میگیم فیلتر پولاریزه که میتونه رفله ها رو براتون کاملا بگیره. خیلی کمک کننده است، کنتراست عکستون رو میبره بالا و میتونه سطح عکاستون رو چند لول جابجا کنه و خیلی عکسای بهتری ثبت کنه و داخل ویدیویی که براتون گذاشتم کاملا راجبش توضیح دادم. و فیلتر CPL که فیلتر CPL یکی از فیلترهایی هستش که به نظرم تهیه کردنش خوبه عالیه. فیلترهای بعدی که خیلی جذابن و خودم خیلی تو فکر خریدنشون هستن، فیلترهای رنگی مختلف هستن که نماهای رنگی مختلفی به ویدیوتون میدن و میتونن واقعا جذاب باشن. همونطور که الان دارید تو نمونه میبینید که چقدر میتونه خوشگل مشکل کنه تصویرتون، یه تصویر انتزاعی، یه تصویر فانتزی، یه تصویر خوشگل مشکل بهتون میده که به نظر من میتونه جذاب باشه و یه سری جاها به کار بیاد و به درتون بخوره. و فیلتر آخر و فیلتر مورد علاقه خودم، یعنی فیلتر بلک میست یا بلک مایست، اسم دقیقش رو نمیدونم چجوری تلفظ میشه، اما خلاصه وار بخوام بهتون توضیح بدم، اگر دقت کنید الان یه نور آبی از این طرف و یه نور نارنجی که پشت من هست، یه جورایی انگار که پخش شدن، خیلی زیاده، یه حاله بزرگی ازشون هست و من اینو کارو الان با نرم افزار ادیت انجام دادم. همونطور که دارید تو تصویر من با ادیت این کارو کردم و از اول تصویرم این شکلی نبوده و خودم اومدم این کارو کردم. اما فیلتر بلک میست یا بلک مایست خودش میاد این کارو انجام میده و دیگه نیازی به ادیت کردن ندارید. میاد نورایی که توی بک‌گراندتون یا هر جایی از تصویر هستن که قابل مشاهده هستشو پخش‌تر میکنه، یه حالشون رو بیشتر میکنه و یه تصویر سینماتیکی بهتون میده که واقعا میتونه جذاب باشه. و اگر که گلوباز هستید، با گلو خیلی حال میکنید، تصاویر سینماتیک حالت
پینترستی طور دوست دارید، قطعا این فیلتر میتونه جزو فیلترهای مورد علاقتون باشه. خب فقط دمتون گرم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. این 4 تا وسیله‌ای که بهتون گفتم میتونه جزء انتخابایی باشه که موقعی که پول دستتون اومد و خواستید برید برای عکاسیتون و ارتقای عکاسیتون محصولی بخرید، این 4 تا گزینه میتونه گزینه‌های خوبی باشه براتون و بهتون پیشنهاد می‌کنم که سراغ این 4 تا گزینه برید. دمتون گرم تا انتهای ویدیو همراه من بودید. ویدیو CPL رو براتون اینجا گذاشتم، اگه دوست داشتید میتونید از طریق این لینک برید ویدیوش رو نگاه کنید، میتونه به درتون بخوره. خیلی دوستتون دارم، تا ویدیوهای بعدی میبینمتون و خیلی مخلصم.